نام پروردگار جهانیان جلسه 17 را آغاز می نماییم. سیستم تنفسی پرانایاما. تنفس پرانایام خورشید. در این روش از تنفس برای افزایش حرارت بدن کاربرد دارد و برای بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی، آسم، فلج، برونشیت، تورم مفاصل، سل و موارد دیگر که نیاز به بالا بردن حرارت و گرم نمودن بدن هست بسیار عالی خواهد بود. تصویر شماره 1. با دهان بسته به وسیله انگشت شست دست چپ سوراخ چپ بینی را محکم ببندید و از سوراخ راست بینی از 1 تا 4 شماره هوا را وارد ریه‌ها بکنید. تصویر شماره 2. با دهان بسته که همچنان با انگشت شست دست چپ سوراخ چپ بینی را محکم بسته اید، هوا را از 1 تا 4 شماره در ریه‌ها محبوس نمایید. تصویر شماره 3. همچنان که دهان بسته است، انگشت شست دست چپ را از سوراخ چپ بینی بردارید و با انگشت اشاره دست راست یا مطابق با تصویر شماره 3 سوراخ راست بینی را محکم ببندید و هوای درون ریه‌ها را از سوراخ چپ بینی از 1 تا 4 شماره خارج نمایید. تصویر شماره 4. با دهان بسته و مطابق با تصویر شماره 4 از 1 تا 4 شماره از استنشاق هوا خودداری نمایید. در هفته نخست دست کم تمرین تنفسی خورشید را 10 تا 15 بار در روز انجام بدهید و به تدریج در هفته‌های بعدی شمارش از 1 تا 4 در هر مرحله از تنفس را به 1 تا 10 شماره افزایش بدهید. با کمال تشکر از همراهی شما.